کاروان گوشتینگیری باز به دوری‌های دور می‌رود. از پنجکند رفتیم به خاروخشهر. اونجا هم پهلوانان ابرمرد کشورهای همجوار رو دیدیم. خلاصه کردیم و بهترین ها رو معرفی کردیم که شکر محمد و شریف و بیگ مراد التیبای و محسن سامیدینوف و پهلوان ایرانی و دسته قرقیزستان و همه جای خود را متمرکز کردم و معاین کردم. اکنون از خاروق باز می رویم به استرافشان. فدراسیای گوشتینگیری تاجیکستان در برابر چاره‌بینی های باشکوه همچنین با حکومت شهر استرافشان در دایره چاره‌بینی های باشکوه سران کشورهای آسیای مرکزی باز ایدی گوشتینگیری برپا کردم. آنجا هم از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک مکافات عالی که ارزشش 170,000 سومانی است تأسیس داده شده است. با پهلوانی که در وزن جمعی 86 کیلو نیرو سنجی میکند. در وزن سنگین مدعیان از خاروق با استرافشان حتما میروند. آنجا از روسیه و پهلوانان دیگر کشورهای همجوار هم بیشتر جمع میشوند. اکنون توی بالای توی میشود. میدانهای گوشتینگیری ما امسال نفوذشان شهامتشان باز اوج دیگر میگیرد و برای مکافات‌های عالی در 5 وزن رقابت‌ها زیاد میشوند، اما در وزنی از همه گران شدیدترین رقابت‌ها را ما و شما میتوانیم در استرافشان شاهد شویم که با گرمی، با سردی، با بارش زیادی برف نگاه نکرده کاروان ما این راه را پیشه میکند و شما را هر لحظه از سبقت‌ها و از نتیجه های مسابقات از نیروسنجی همه پهلوانان آنجا باز آشنا می نماید.